مسئله زیادی که خواهران میپرسن از من این مسئله حیض است. خواهرانی که میگویند آیا میتوانم من پیش از رفتن دارو خورم؟ برای دارو خوردن لجنه علما هم، علمای عربستان سعودی هم، دیگر لجنه علمای مثلا مصر و دیگر دولت ها هم اجازه میدن که شما دارو خورید. اگر فکر کنید که می روید و مثلا برای 20 روز یا برای 10 روز یا برای 2 هفته 10 روزش یا 7 روزش حیض هستید، اگر دارو خورید باکی ندارد. اما مشکلی این است که اکثریت خواهرانی که دارو میخورند برعکس میشود. یعنی میگن از پس از دارو خوردن یعنی یکی خون می آید یکی نمی آید، عموما ما پریشان میشویم. برای همین کاش عمره شما یگان اگر 20 روزه باشد مثلا، عموما حتی دارو نخورده در همون وقتی که حیض هستید انتظار میشوید و شما در اون وقت مثلا طواف نمی کنید. حتی سعی جایز است بین صفا و مروه به کسی که حیض است، فقط دعا کرده در اطراف میگردید و طواف نمی کنید و بعد از اینکه از حیض پاک شده طواف رو شروع میکنید. یعنی زنی که وقتی از خانه برآمدن حیض است، حتی او نیت کرده میبراید، او با از همون فرودگاه حتی حیض باشد هم پروردگارا من عمرم رو شروع کردم گفته میبراید، فقط تا از حیض پاک شدنش انتظار می شود. همین که از حیض پاک شد خوش رو غسل می کند، بعد از غسل کردن می آید به طواف کردن و به سعی کردن، یعنی عمرش رو انجام دادن. فقط بعد از اینکه شما مثلا غسل کردید و گفتید من حاضر عمره رو شروع میکنم، چه مرد و چه زن یگان خیلی خوشبویی زدن ممکن نیست. حتی صابون هایی که از حد بوی عطر بلند دارن، یعنی مخصوص برای خوشبویی اون رو استفاده کردن ممکن نیست. صابون هایی هستن که مخصوص برای خوشبویی استفاده میکنن، نه برای تازه کردن. یعنی عموما به عطر و بهترش خوشبویی بلند صابون و اینها دست نزنید. بعد از اینکه شما گفتید الان من چیکار میکنم، عمره میکنم، یک گون خیلی عطر و خوشبویی ممکن است و زنها فقط یک بغم، من اینقدر فقط، یعنی خیلی چند میشود 1 سانتی متر موی سرشان رو قیچی میزنن بعد از عمره کردن. اگر دویم بار عمره میکنم گفتن باز میروند و از مسجد عایشه خطا نکنم دورترک هست که دعا کنید برای بنده عمره نصیب باشد، که من خودم شخصا عمره کردگی نیستم که دلم تپش میزند برایش، لیکن پروردگار با یگان حکمت دارد الان برای ما هنوز اجازت نیست. از مسجد عایشه میروند و احرام میپوشند. با همین عمره شما تمام میشه.